مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 24 اکتبر در دو صدمه در حدود دهه همراباد نویه باباجان غفوروف و در دهه قلعه نفت در کنار شهر راغون 3 نفر از جمله یک کودک 1 ساله به هلاکت رسیدند. از جمله تخمین ساعت 11:00 راننده автомашین تمغه اوپن زفیره رحیمزاده عبدالستار سال تولدش 1993 ساکن نویه مشچا هنگام حرکت در راه ماشینگرد مشچا خوجند واقع در حدود دهه همراباد نویه باباجان غفوروف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به طرف راست راه برآمده автомашین را چپه نموده است. در نتیجه راننده رحیمزاده عبدالستار و مسافرش رحمان و مهیا سال تولدش 1999 ساکن نویه باباجان غفوروف جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. همچنین همان روز 24 اکتبر تخمین ساعت 12:03 راننده автомашین تمغه تویوتا کمری شریفزاده فخرالدین سال تولدش 2002 ساکن دهه قلعه نو شهر راغون هنگام حرکت در محله سیوم دهه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده خورسال فیض‌الله و عایشه سال تولدش 2020 ساکن همین دهه را پخش نموده است. متاسفانه در نتیجه این حادثه ناخوش خورسال فیض‌الله و جراحات وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان 100 نفر هلاک یا مجروح می شوند. از جمله سال 2020 بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان 375 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 نفر معیوب شدند. در نیمه اول سال 2021 در راههای تاجیکستان 151 نفر در صدمه های نقلیاتی جان باختند.